داستان درباره دختری به اسم نینا، یه یتیم ساده که توی کشور کوچیکی زندگی میکنه، اما یه راز بزرگ داره. چشمای آبی لاجوردی نینا دقیقاً شبیه چشمای شاهزاده‌ایه که سالها پیش از دنیا رفته. یه روز شاهزاده دوم اون کشور به اسم آزیور نینا رو پیدا میکنه و تصمیم میگیره ازش به عنوان بدل شاهزاده‌ای که از دست رفته استفاده کنه. نینا باید خودش رو جای اون شاهزاده جا بزنه و حتی به عنوان عروس به کشور همسایه بره تا بین دو پادشاهی صلح برقرار بشه. اما خب ماجرا به این سادگی‌ها نیست. سلام به همه همراهان عزیز موویا تیوی. امروز قراره بریم سراغ یک انیمه فانتزی و عاشقانه فوق‌العاده زیبا به اسم نینا د استاری براید. یه دنیای پر از قصر، شاهزاده و البته سرنوشت هایی که با ستاره ها گره خورده. اگر دنبال یه داستانی پر از ماجراجویی، عشق و قهرمانی دختری هستی که با سرنوشت خودش میجنگه، این انیمه دقیقاً برای توه. نینا وسط دنیایی پر از سیاست، فریب و احساسات گیر میکنه. از یه طرف وظیفه داره نقش یک شاهزاده واقعی رو بازی کنه و از طرف دیگه کم کم بین عشق و وظیفه‌اش گیر میفته. شاهزاده اول کشور همسایه یعنی ست باهاش رفتاری پر رمز و راز داره و کم کم یه رابطه خاص بینشون شکل میگیره. رابطه‌ای که هم شیرینه هم خطرناک. حالا نینا باید تصمیم بگیره. آیا خودش رو فدای صلح بین کشورها میکنه یا مسیر قلبش رو دنبال میکنه و برای خودش زندگی میسازه؟ انیمه نینا د استاری براید از روی یک مانگای معروف تو 12 قسمت ساخته شده که حتی برنده جایزه کودانشا مانگا آوارد هم شده و به خاطر طراحی خیره کننده، لباسهای سلطنتی و داستان احساسیش حسابی محبوب شده. نینا وسط این دنیای پر از سیاست، فریب و احساسات هر روز با چالش‌های تازه‌ای روبرو میشه. رازهایی که حتی خودش نمیدونه کم کم آشکار میشن و هر تصمیم کوچیک میتونه مسیر زندگی و آینده کشورها رو تغییر بده. در همین میان نگاه‌های پر رمز و راز ست نینا رو بیشتر گیج میکنه. آیا این عشق واقعیه یا بازی که سرنوشت براشون طراحی کرده؟ نینا باید با ترسهاش روبرو بشه، با قلبش کنار بیاد و پیدا کنه که نینای واقعی کیه و چه کسی میخواد باشه. هر قدم، هر نگاه، هر انتخاب اون رو به سمت سرنوشتی میبره که هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. یک سرنوشت پر از عشق، خطر و ستاره هایی که بر زندگی اون نظارت دارن. پس آماده باشین تا با نینا در این ماجراجویی فانتزی و عاشقانه و پرهیجان همراه بشین و ببینین آیا دلش رو فدای صلح میکنه یا مسیر قلبش رو دنبال میکنه. آخر انیمه یه حس نیمه تموم بهت میده، طوری که احتمال داره در آینده فصل دوم هم ساخته بشه. اگر از این معرفی خوشت اومد لایک یادت نره و خیلی خوشحال میشم کانال موویا رو سابسکرایب کنی. تا ویدیو بعدی، فعلا خداحافظ.